چند برسم. خب سلام عرض می کنم خدمت حضار محترم و شنوندگان احتمالی. تشکر می کنم از میزبانان عزیز و همچنین فرهنگان. سلسله گفتارهای ما همچنان که قبلا عرض کردم بازگشت به عقل عقلایی در اندیشه ایرانی است. چرایی این که چرا ما باید بازگشت کنیم به عقل عقلایی؟ خب این مسئله دور و درازی است. ما فعلا داریم دکورهامون میشینیم یکی یکی هر مفاهیم رو در موردش صحبت میکنیم تا اینکه انتهای کار باید برسیم به اینکه راه نجات ما بازگشت به عقل عقلایی در اندیشه ایرانی است. اینکه الان نمیتونیم در اون چارچوب بیاندیشیم به خاطر اینکه عقل مهندسی یکی به عنوان یکی از ایدئولوژی های بسیار خطرناک برای جامعه همچنان همراه سایر ایدئولوژی ها در فضای فکری ایران حاکم هستند. برای همینه که راه رو برای اندیشیدن که پالایش کننده عقل عقلایی است بسته شد. آقای دکتر کساییان فرمودن با توجه به اینکه چند تا مهمان جدید داریم، به خاطر اینکه اینا بدونن در گذشته ما راجع به چی صحبت کردیم، خیلی خلاصه از دیگر مهمانانی که همیشه اینجا بودن عذرخواهی میکنم. خیلی خلاصه فقط به عناوین بحث هایی که ما در گذشته داشتیم اشاره کنم تا اینکه برسیم به بحث امروز. ما این بحث ها رو بازگشت به عقل عقلایی رو با شاهنامه آغاز کردیم که نص خاطری تاریخی ایرانیان هست. بعداً با تاریخ بیهقی و توسط دوستان انجام شد. تاریخ بیهقی و فلسفه اشراق سهروردی ادامه داد. بعد از اون در جلسات بعدی من تلاش کردم که در مورد مفاهیمی که در چارچوب عقل عقلایی برای فهم اینها صورت میگیره در مورد اونها صحبت کنم و هر کدوم از این جلسات به یکی از این مفاهیم اختصاص پیدا کرد. در مورد اخلاق صحبت کردم. اخلاق چیست؟ ریشش کجاست؟ چگونه تکوین پیدا کرده؟ و وجود اهمیت اخلاق در زندگی انسانی در جوامعی که الان وجود داره چیست؟ مهمترین نکته‌ای که اونجا اشاره کردم و الان فقط به اون اشاره میکنم در مورد اخلاق، در صورت که در مورد اخلاق 2 ساعت صحبت کردم، فقط اینه که ما به علت اینکه چون قلمرو عمومی نداشتیم، برای همین اخلاق عمومی، سنت اخلاق عمومی نداشتیم. در مشروطه یک باریکه کوچکی به وجود اومد ولی تکوین پیدا نکرد. برای همینه که امروز ما گرفتار کمبود اخلاق عمومی هستیم و اخلاق رو اخلاق خصوصی میدانیم. آدم خوبی باشید، گناه نکنید یا در مورد حق دیگری ظلم نکنید، در صورتی که اخلاق عمومی اینه که هر کسی که وظیفه‌ای که در این جامعه پیچیده به عهده داره باید بتونه به اون وظایف عمل کنه. اخلاق و اصلاح عمومی اینه. ما ممکنه که در خونه خودمون فرد ظالمی باشیم یا اینکه اخلاق خصوصی خوبی نداشته باشیم، به دیگران کمک نکنیم، ولی وقتی وظیفه‌ای داریم به عنوان اون شغلی که داریم، اگر بتونیم تمام جزئیات و اون ارکان اون رو بر اساس اون چیزی که اخلاق عمومی حکم میکنه انجام بدیم، صاحب اخلاق عمومی میشیم و در نتیجه این مسئله بسیار مهمیه. دومین مفهومی که صحبت کردم در مورد قانونه. خب چرا اینها رو اصلا صحبت میکنیم؟ به خاطر اینکه فهم ما در گپ زدن هایی که بین خدا، یعنی که در فضای عوام جریان داره، فضای عمومی ما جریان داره، فهمی از اونها متاسفانه دقیقی نداریم. یعنی ما قانون چرا نداریم؟ چون در گذشته ما سنت قانون نداشتیم. قانون خداوندی بوده، توسط دستگاهی که میخواستن که اونها اجرا بکنن اجرا میشده و برای همین همچنین بخشی از قانون عرفی هم در اینجا وجود داشته، ولی برای هیچ کدوم از اینها برای زندگی دنیای مدرن کافی نیست، بلکه ما بتونیم از درون این سنت قانونی خودمون
بتونیم قانونی رو به دست بیاریم که برای زندگی در دنیای تجدد، یعنی دنیای مدرن، بتونه ما رو یاری کنه. یعنی یک نظام حقوقی ایجاد کنه، اون نظام حقوقی رو نداریم، نظام حقوقی ایجاد کنه که بتونه مدیریت کنه تعارضها مدیریت کنه. برای همینه که زندگی به سامان باشه، این همه تنشی که ما داریم شامل اونها نباشه. قانون پس یک نظم خودجوشی است که بعداً تاریخی میشه، عرفی میشه و بعداً هم در حقیقت اگر دستگاه قانونگذاری به وجود بیاد، نه پارلمان ها، دستگاه قانونگذاری به هر شکلی به وجود بیاد در جوامع مختلف متفاوته، باید متأثر از اون سنت قانونی گذشته باشه، وگرنه هر چیزی که اون چیزی که در پارلمان تصویب میشه اون قانون نیست، بلکه اون شرح وظایف بودجه است، مقررات آیین نامه هاست. از اینه قانون به مراتب پیچیده است. در گذشته با به وجود اومدن فلسفه در ایران بهش میگفتن ناموس یعنی که همون واژه یونانی نوموسه. قانون همون نوموس بود که در ایران بهش ناموس گفته میشد. همچنان اون زمانی که قوانین طبیعی وجود داشت به اون میگفتن ناموس خداوندی، یعنی این که همه این قوانینی که در طبیعت حاکمه به نام ناموس خداوندی معروف بود. خب اون چیزی که در مورد ناموس مناسبات اجتماعی هست، یعنی به عنوان قانون، به شکل حالا یا حقوق طبیعی یا قانون طبیعی، بعداً هم حقوق عرفی بود و در دنیای جدید باید این تبدیل بشه به قانون جدید. این اتفاق بسیار مهمی در مشروطه افتاد و ما صاحب قانون اساسی و قانون شدیم، ولی خب هنوز نتوانستیم برای اون نظریه پردازی کنیم. باید نظریه فلسفی برای اینها وجود داشته باشه تا بتونه از درون این قوانین نظام حقوقی درست بشه. نظام حقوقی یک کاخ عظیم نامرئی است که ما بدون اینکه ببینیم بتونیم اون مناسبات رو رعایت کنیم. عناصر اونها اخلاق، قواعد، قانون هم که سوم میشه. خب بعدا ما رسیدیم به این که در ادامه این جلسات به 3 مفهوم من پرداختم. این هم 2-3 جلسه طول کشید: ایدئولوژی ها، روشنفکران و نهاد دانشگاه. من اونجا عرض کردم که هر 3 اینها، یعنی ایدئولوژی ها و همچنین روشنفکر نداریم ما اصطلاحاً روشنفکران و نهاد دانشگاه، هر 3 مانع تجدده. نه اینکه در صورتی که دانشگاه به عنوان دانشگاه ملی باید پیشبرنده نظریه تجدد باشه در علوم انسانی، در صورتی که با توجه به اینکه دانشگاه ما شعبه از دانشگاه فرانسه بوده، بعدها هم تبدیل شده به شعبه از دانشگاه امریکایی، در زمینه علوم دقیقه میتونه، حالا اونو که متخصص این کارم باید بگن، میتونه کارساز باشه، ولی در مورد علوم اجتماعی و انسانی نمیتونه. چرا؟ به خاطر اینکه بدون ریشه است. ریشه این که ملت ایران کی هستند، ایران چیست و این مناسبات باید چگونه درش شکل بگیره، اینها وجود نداره. برای همینه که در 100 سال گذشته دانشگاه هیچ کاری نتونست انجام بده. روشنفکران هم متأثر از این دانشگاه ها بودن. برای همینه که هیچ فکر جدیدی، روشنفکر یعنی باید روشنفکر زمانی پدید آمد در عصر تاریک قرون وسطی بود. یک پدیده به وجود اومد به نام فکر روشن. روشنفکرانی بودن که عصر تاریک قرون وسطی رو میخواستن به عصر خرد تبدیل کنن. روشنفکر پدیده اون چیزی که ما طرف استاد دانشگاه باشه، ژورنالیست باشه، استاد دانشگاه باشه، از اون روشنفکر در نمیاد. مباحث بعدی در مورد عقل بود. من 3 عقل رو از همدیگه تفکیک کردم و اونها رو مورد بررسی قرار دادم: عقل ابزاری، عقل عقلایی و عقل نقاد. خب عقل ابزاری همون عقل مهندسی، پروژه محوره. شما میخواید یه ساختمون درست کنید، از ابتدا تا انتهاش مشخصه چیه. عقل عقلایی پالایش سنت هاست، یعنی عقلی اصلا اینو نباید
عقل گذاشته میشد، یعنی یک واژه دیگری باید حتما براش میاد، چون کاملا با اون عقل ابزاری متفاوته. انسان اون عقل رو انسان داره، منتها برای پالایش سنت ها. زندگی در حال تحوله. وقتی که این تحول پیدا میشه، سنت ها اگر پالایش پیدا نکنن تبدیل میشن، متسلب میشن، تبدیل میشن به خرافات. همچنان که 300 سال ما اندیشیدن رو تعطیل کرده بودیم، سنت ما تبدیل شده بود به سنت متسلب. حالا در آینده در مورد اونها بیشتر صحبت خواهم کرد. عقل عقلایی وظیفش پالایش این سنت هاست که در حقیقت این سنت، این مسئله در ایران وجود داشته. در مشروطه این یک گام برداشته برای مدرن شدن، ولی به علت نبود کمبود و یا نبود فلسفه جدید، چون فلسفه ما هرچی بوده قدیم بوده. درسته که محمد علی فروغی مثل جزواتی بعد کتاب سیر حکمت اروپایی رو در مورد معرفی فلسفه جدید صورت داده، ولی این به معنای تأسیس فلسفه مدرن بر اساس سنت ایرانی در کار نبوده، بر اساس فلسفه ایرانی در کار نبوده، برای همین نتونسته. پس در نتیجه عقل عقلایی ما نتونسته به عقل نقاد که عقل عقلایی دوران جدیده یا همون عقل تحولی تبدیل بشه. عقل نقاد در حقیقت عقل کانتیست. خب عقل، یکی از دوستان اینجا آیه دکتر فلاح زحمت کشیدن در مورد عقل در قرآن برای ما صحبت کردن که خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفت. یک تفسیر جدیدی از عقل دادن و از اسلام دادن که خب به اصطلاح بسیار موضوع درخشانی بود. ولی بنده دوباره در 3 مفهوم سیاست، فلسفه سیاسی و شهروند صحبت کردم و اونجا هم دیگه بازم مفهوم سیاست جزو اون مفاهیمیه که بیشترین کج‌فهمی و بدفهمی درش صورت گرفته. سیاست گفتم ریشه‌اش در کجاست؟ ریشه‌اش در مناسبات شهروندی یونان، بعداً به روم انتقال پیدا کرده، بعد تحولات زیادی درش صورت گرفته. سیاست در ایران الان به عنوان پیکار سیاسی معروف شده، یعنی اینکه شما تلاش کنی قدرت رو پایین بکشی و خودت جای اون بشینی. یعنی فعالان سیاسی هستن که سیاست رو به عنوان فعال سیاسی پیگیری میکنن. خب البته اونها هم یک موضوع دیگریه. صحبت من تاریخ اندیشه است و برای همینه که از 2 زاویه مختلف ما نگاه میکنیم. اون پیکار سیاسی برای پایین کشیدن قدرت و نشستن جای اونه، ولی اگر فلسفه سیاسی برای سامان امور فهم نشه توسط شهروندان، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقات مختلفی. این دولت میاد، اون یکی میاد، سامان امور نه تنها بهبود پیدا نمیکنه بلکه بدتر میشه. البته دولت منظور ما دولت پزشکیان و احمدی نژاد و اینها نیست، اونها دولت نیستن، اونها گاورنمنتن، اونها حکومتن. در صورتی که چون از اول اصلا این کلمه رو ما اشتباه ترجمه کردیم، اشتباه فهمیدیم، دولت به عنوان استیت امروز بهش یک اشاره خواهم کرد. فلسفه سیاسی هم اندیشیدن خردگراست به عنوان در عرصه مناسبات اجتماعی. یعنی اول فلسفه به وجود اومد، فی قسمتیش در مورد وجود بحث میکرد، ولی قسمت عمدهش در مورد مناسبات انسانها بحث میکرد که اون عبارت است از طریق چی؟ از طریق خرد. یک وقتی هست شما مناسبات رو بر اساس اسطوره ها، بر اساس ادیان یا در قدیم بود توتمیسم و آنیمیسم میسنجید، یک وقت هست که اون رو با خرد میسنجید. وقتی با خرد بسنجید، خرد ویژه‌ای هم هست فلسفه، برای میشه فلسفه سیاسی. اینها رو صحبت کردیم. جلسه دیگری بود، یک میزگردی بود و در اونجا ما در مورد خاطره تاریخی و حافظه تاریخی صحبت کردیم. 3 نفر بودیم، 2 نفر از دوستان بنده هم بودن
خب مباحث خیلی خوبی بود. اگر کسی میخواد اونها رو گوش بکنه بهتره که به همون کانال عقل عقلایی گوش بده. همه فایل های صوتی در اونجا موجوده. ولی به اصطلاح فلسفه وجودی این به اصطلاح جلسه این بود که آقای دکتر جهانگیری در همون جلسه میزگرد یک سوال بسیار مهمی به اصطلاح فرمودند و من اون لحظه باید میرفتم، یعنی زمان من تمام شده بود، من رفتم ولی سوال رو شنیدم. بعداً دوستان من که جواب دادن من اونها رو گوش کردم، دیدم اون چیز یعنی جواب دلخواه من نیست و امروز صحبت رو میکنیم و دوباره در انتهای صحبت به اون سوال و اون جواب شاید در عرایض بنده مشخص شده باشه. امروز به حساب موضوع ما در حقیقت دو قسمت هست. یکی در مورد نقد ناسیونالیسم رومانتیک هست که اصلا ناسیونالیسم چیست و اون وقت نقدش رو به اصطلاح اونو انجام بدیم. بعداً وقتی که اینو عرض کردم 3 تا مفهوم مهم رو که در ایران باز هم خیلی دقیق فهمیده نشده در مورد اون توضیح عرض خواهم کرد: ملت، امر ملی و آگاهی ملی. علت این که برای فهم این ملت، امر ملی و آگاهی ملی بهتره که ما ناسیونالیسم رومانتیک رو بدونیم، اصلا ناسیونالیسم رو بدونیم که چیست و بعد از اون بتونیم فهمی از این ملت و امر ملی و آگاهی ملی داشته باشیم که مختص ایران هست، تفاوتش با اون ناسیونالیسم رومانتیک فهمیده بشه. ناسیونالیسم یک مفهوم غربی است، یعنی در تاریخ اندیشه غرب پدید آمده. کلمه نیشن در حقیقت به فرقه های مذهبی اختصاص پیدا می کرد قبل از اینکه ملت به مضمون جدیدش تعریف بشه. خب اونجا فرقه های مذهبی مختلفی در درون مسیحیت وجود داشت و به هر کدوم از اونها نیشن یعنی شاخه هایی که ما که فرقه های مختلفی در خب تقریبا نزدیک به 500 فرقه از اسلام اومده بیرون، در درون مسیحیت هم همین شکلی هست. فرقه های خیلی متعددی وجود داره، هر کدوم از اونها یک نیشن میگفتن. ولی ناسیونالیسم چگونه از درون این واژه‌ای که متعلق به فرقه مذهبی بود پدید اومد؟ در اروپا در تداوم حاکمیت کلیسا، یعنی حاکمیت در پایان قرون وسطا، یک به اصطلاح بحرانی در درون اون وقت بزرگترین امپراتوری مسیحی که با ولایت مطلقه پاپ اداره میشد، امپراتوری مسیحی ژرمنی بود. ژرمن ها اداره میکردن. این در حقیقت حتی بعد از پیدایش عصر خرد هم به حیات خودش ادامه داد و برای همینه که یه ذره دیرتر از این عناصر مدرنیتی که به وجود اومده بود اون امپراتوری هنوز در جریان بود، تا اینکه بالاخره این امپراتوری فرو پاشید. این امپراتوری به خاطر چی فرو پاشید؟ یکی در داخل مسیحیت مواردی مطرح شد، خب جدا شد کلیسا با آیین مسیحی، یعنی اینکه دین تبدیل شد به دین دستگاهی. یعنی در ادیان خب انحطاط وجود داره، این انحطاط در ادیان از اون آموزه های اولیش دور میشه. توسط چه چیزی؟ موضوع خیلی مفصله، من به اون اشاره نمی کنم تا بتونم به این امپراتوری مسیحی ژرمنی اشاره کنم. اونجا کارگزاران دینی تبدیل میشن، اول یک نهاد، بعداً تبدیل میشن به موزلی برای آموزه های دینی. حتی یه جوری شد که در قرون وسطا بهشت رو به شکل مکتوب میفروختن، یعنی جای مشخصی از بهشت رو به شما میدادن، امضا میکردن، مهر میکردن و در نتیجه از شما پول میگرفتن. یعنی کار به اونجا رسید. یعنی در خوشبختانه نهاد دینی در اسلام به وجود نیومد، بلکه اسلام به شکل آموزه ها باقی موند، ولی نهاد دین در مسیحیت تشکیل شد. کلیسا تبدیل شد به کارگزار اساس دینی. البته
ماهیت اصلا دین مسیح اینجوری بود. شما در بیرون کلیسا نمیتونید به عبادت بپردازید. عبادت فقط در درون کلیسا، اون هم نه توسط هر کسی، بلکه کشیش ها یا متعلهین مسیحی که اردینیت شده باشند، یعنی از یک مراحل عبور کرده باشند، به یه درجه رسیده باشند، اونها با حضورش اونها شما میتونید به عبادت بپردازید. اینجوری نیست که شما برید تا آخر عمرتون در اسلام، تا آخر عمرتون میتونید به مسجد نرید، تمام امورات دینی رو و تمام تکالیف دینی رو به عمل بیارید و آمرزیده بشید، رستگار بشید و نیازی به رفتن به امامزاده ها، رفتن به زیارتگاه ها، رفتن به مسجد نیاز ندارید. خب اگر که میرید از بابت دلخواه خودتون است. ولی در مورد رستگاری فقط از طریق، در مسیحیت فقط از طریق کلیسا امکان پذیره. چرا؟ به خاطر اینکه مسیح فرزند خداوند اومده که برای نجات انسان، چون بشر گناهکاره، در صورتی که در اسلام فرد گناهکاره. شما پدرتون میتونه که بزرگترین معصیت ها رو انجام بده، بره به قعر جهنم و شما این کار رو انجام ندید، بلکه تکالیف رو به جا بیارید، بهشتی بشید. ولی در مورد مسیحیت اینجوری نیست. بشر گناهکاره، باید بشر آمرزیده بشه. برای همینه که یعنی همه انسان ها گناهکارن. برای همینه که در کلیسا باید به عبادت بپردازن، 2 بار غسل تعمید ببینن تا اینکه بتونن برسن به اون در آستانه رستگاری، یعنی کاندید بشن برای رستگاری. و اون هم عبادتشون هم از طریق متعلهین مسیحی که اورتنیت شدن صورت بگیره. اینها تفاوت هایی که هست. خب هدف از گفتن اینها چی هست؟ اهمیت کلیسا. کلیسا محلیه که روح القدس، یعنی نفس فرزند خداوند اونجاست و تمام ارکان کلیسا مأمورینی هستن که شما رو در اون فضای قدسی شما رو آماده رستگاری میکنن. خب این نهاد با کارگزاران دینی، یعنی سلسله مراتب کلیسایی، تبدیل شدن به نهاد کلیسا و تمام قدرت رو به تدریج و در دست گرفتن و شما بدون اراده کلیسا هیچ کاری انجام نمیشد. به خصوص که وقتی سال 1000 شد مسیح برنگشت، اون وقت فرقه های جدیدی پیدا شدن و کلیسا اتفاقا به خاطر اینکه زمینه رو برای آمدن مسیح آماده کنه، قدرت بیشتر و وظایف بیشتری پیدا کرد و نهایتا اینکه کار به جایی رسید که بدون اجازه پاپ نه امکان تاجگذاری پادشاهان وجود داشت، مثل پادشاهان ما نبودن، نمیتونستن ازدواج کنن. یعنی 2 تا مسئله گرهی زندگی آدم مربوط بود به امضای پاپ و اون هم باید پادشاهان زحمت میکشیدن، میرفتن واتیکان و پای پاپ رو میبوسیدن و نهایتا اینکه اجازه ازدواج و اجازه تاجگذاری میگرفتن. خب در همچین فاصله بود که نهایتا از درون این کلیسا ولایت مطلقه پاپ، یعنی اینکه پاپ در هر چیزی ولایت مطلق داره. برای همین شد امپراتوری ژرمن ها، اقوام وحشی بخشی از اروپا بودن، کمک کردن. البته آلمانی های امروز رو ما نمیگیم، بلکه اون زمانی که هنوز اومدن و کارهایی که در ارتباط با کلیسا تونستن یک امپراتوری بزرگی در مرکز اروپا به وجود بیارن، تا اینکه در درون کلیسا مسائل مختلفی از جمله مهمترینش بحرانی که در قدرت اونها ایجاد شد از طرق مختلف، از بین جنگ ها، دوم این که در درون کلیسا افرادی وجود اومدن گفتن که پاپ دجال، قرعت کردن، مثل لوتر، مثل کالوین، و اون وقت اصلاح دینی صورت گرفت. مثل لوتر گفت که اصلا نیاز به کلیسا نیست، شما باید این کتاب مقدسه، هر کسی هم مستقیما میتونه با پاپ با مسیح در ارتباط باشه. پس در نتیجه پاپ دجاله، اصلا اینا رو بریزید دور. شما به خاطر اینکه بتونید کتاب مقدس رو بخونید، من کتاب مقدس رو
آلمانی سخن گفتم میآموزم، یعنی ترجمه میکنم به آلمانی، ترجمه کرد و خب این کتاب مقدسه که زبانش رو میفهمید، اون هم مقدسی که روح القدسش هست در فضا، میتونید کلیسایی جایی برای خودتون درست کنید. اون وقت کلیسای مختلفی از طریق کالوین و اینا درست شد و نهایتا اینکه شکافی در درون این امپراتوری عظیم افتاد و نهایتا فروپاشید. با فروپاشی این فرصتی پیش آمد برای اینکه پادشاهان بتونن استقلال پیدا کنن. فقط به خاطر اینکه بدونید که پادشاهی که ما تصورمون هست اون پادشاهی نیست. فقط در آلمان، در پروس بیش از 2000 پادشاهی وجود داشت و برای همینه که هر منطقه کوچکی یک پادشاهی. برای همین که اونها نهایتاً به خاطر اینکه بتونن استقلال خودشون رو حفظ کنن، گاهی همدیگر رو حذف کردن، گاهی به اصطلاح متحد شدن و این نیشن که معنای فرقه مذهبی داشت تبدیل شد به یک مناسبات اجتماعی و مناسبات فراتر از مناسبات قومی، زبانی، مذهبی و شد نیشن و دولتی درست کردن به نام نیشن استیت. و برای همینه که اشکالی به وجود اومد، شیوه حکمرانی جدیدی به وجود اومد که با نام نیشن استیت معروف شد، یعنی ملت دولت. خب این ملت دولت از اینجا شروع شد به اصطلاح پا گرفت، شیوه حکمرانی در اروپا رو به کلی تغییر داد. ولی با توجه به این که پادشاهان باورشون نمیشد که امپراتوری مسیحی فرو بپاشه و بر نگرده، فکر میکردن که به زودی ولایت مطلقه پاپ اینقدر مقتدر هست که میتونه حتما غلبه کنه به این پادشاههای کوچک و نهایتا دوباره برگرده. برای همین تلاش کردن که یک ایده‌ای، یک فکری به وجود بیارن که ماندگار باشن، یعنی پادشاهی ها ماندگار باشن. ناسیونالیسم که ملیگرایی ما ترجمه کردیم، حالا درست یا نادرست اونو باید در موردش صحبت میکنم، پدید آمد و نیشن استیت بر اساس ایدئولوژی. حالا چرا ایدئولوژی؟ به خاطر اینکه وسیله حفظ قدرت بود. میتونه آگاهی ملی، امر ملی به شکل دیگری به وجود بیاد، راجع به اون در مورد ایران صحبت خواهم کرد، ولی در مورد اونجا تبدیل شد به ایدئولوژی حفظ قدرت. اگر اون قبلا حفظ قدرت برای امپراتوری ژرمنی مسیحی بود، اینور برای این ایدئولوژی بود، ناسیونالیسم. خب مفهومش عوض شد، یعنی تغییر مضمون مفهوم صورت گرفت. نیشن اگر بود گفتم فرقه مذهبی، این دفعه مناسبات خاصی که در اون جمع به تدریج داشت شکل می گرفت، بعداً از اجتماع به جامعه تحول پیدا کرد، یعنی اینکه تغییر کرد، بهتر بگم ارتقا پیدا کرد. در اونجا این ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی، خب من الان ناسیونالیسم رومانتیک میگم، حالا اون فعلا رومانتیکشو کار ندارم، فعلا در مورد ناسیونالیسم صحبت میکنم. ناسیونالیسم تبدیل شد به فکر حکومتی این پادشاهانی که میخواستن که خلاصی کامل پیدا کنن از شر کلیسا یا اعمال نفوذ پاپ و دستگاه کلیسا رو کمتر و کمتر کنن. هم اونهایی که میخواستن کاملا جدا بشن و همین که کمتر و کمتر کنن. در فرانسه این کار از طریق کم شدن، یعنی جریان کلیسایی همچنان تا حدود زیادی مقتدر باقی موند، ولی در مورد انگلستان یک اتفاق عجیبی افتاد با کالوین، یا مثلا تأثیر اون پروتستانتیسم رشد پیدا کرد و اونجا کلیسای مخصوص پروتستانتیستی به اصطلاح ایجاد شد، منتها در رأس اون پادشاه انگلستان قرار گرفت. دیگه گفتن که در یک کشور
کشور مهم شد. در یک کشور دوتا پادشاه نمیشه که یه دونه پاپ باشه نشسته باشه در واتیکان، یه پادشاه دیگری هم باشه نشسته باشه در انگلستان. این نمیشه. برای همینه که رئیس کلیسا هم پادشاه انگلستان شد. اون شیوه تغییر پیدا کرد. اون وقت اون مفهوم سکولاریسم به مفهوم جامعه شناختی هم یک مفهومی اینجا ارتقا پیدا کرد، یه شکل دیگری پیدا کرد. امیدوارم که در آینده بتونیم که در مورد سکولاریسم صحبت کنیم. الان در مورد اونها صحبت نمی کنم که کج فهمی و بد فهمی در مورد سکولاریسم هم بسیار بسیار زیاده. این دوستان خارج از کشور ما میخوان سکولار دموکراسی درست میکنن که هیچ کدومو نمیدونن یعنی چی. خب این بماند، ولی به هر حال همین نیشن استیت ها به تدریج قدرت پیدا کردن. علیرغم اینکه قدرت پیدا میکردن، چون زمان کوتاه بود تلاش میکردن که هر عنصری که مخالف این نیشن استیت، قدرت نیشن استیت باشه، اون از بین ببرن. برای همینه که زبانهای محلی، به خاطر اینکه مثلا فرانسه زبان واحدی داشته باشه، همین زبانی که امروز زبان فرانسه صحبت میکنن، تعداد کثیری از زبانهای بومی رو کاملا آگاهانه برنامه ریزی شده، مهندسی شده از بین بردن. به خاطر اینکه به قول خودشون به وحدت ملی میتونست آسیب برسونه. این همین مسئله در آلمان، در جاهای دیگه هم اتفاق افتاد. یعنی ناسیونالیسم یه تیغ دولبه شد. ایدئولوژی قدرت دولت‌های جدید شد، یعنی فکر جدید شد. یک حسنش بود که رها شدن از چنگال به اصطلاح نهاد کلیسا و ولایت مطلقه پاپ. از سوی دیگه به خاطر اینکه بتونن قدرتشون حفظ کنن، قدرت بیشتری در درون کشور به وجود بیارن که اگر یک به اصطلاح حمله‌ای یا یک اعمال فشاری از سوی کلیسا و واتیکان صورت بگیره، همچنان بتونن قدرت خودشون رو حفظ کنن. برای همینه که ناسیونالیسم به این شکل پدید آمد و به خاطر اینکه قدرتش بتونه افزایش پیدا کنه، متکی شد به این ناسیونالیسم و به تدریج از عناصر کلیسا دور شد و عناصر دولت به معنای جدیدش رو، قدیم دولت وجود داشت، همواره وجود داشت، به معنای جدیدش یعنی استیت رو تدریجاً پایه‌گذاری کردن. در مورد دولت هم یک جلسه مستقل باید صحبت کنم، چگونه تحول پیدا کرده، چگونه شکل اومده. این برای ما ضروریه، چون ما اینجا از دولت خیلی صحبت میکنیم بدون اینکه مضمون دولت رو و نقشش رو در جامعه بتونیم بدونیم. خب این ناسیونالیسم همچنان در چیز باقی موند با توجه به ایدئولوژیک بودنش. خب یک بار اینجا خدمتون عرض کردم، ببینید قدرت وقتی بین طرف مردم یعنی مجموعه شهروندان و حاکمیت که بعداً دولت نامیده شد تقسیم میشه، همواره باید یک حرف مهم میزده، گفته اصلی ترین عنصر دنیای مدرن، اصلی ترین عنصرش بی کم و کاست آزادی است. آزادی برای همینی که میتونه قدرت طرف مقابل رو با اینکه دولت رو همون مردم، همون شهروندان، همون افراد شهروند آزاد انتخاب میکنن، ولی اون انتخاب یک بار صورت نمیگیره. هر روز باید توسط قدرت مقابلی که وجود داره حراست بشه، وگرنه همه پادشاهان، همه رئیس جمهورها، همه حاکمانی که میخوان به قدرت برسن، در قدرت باقی بمانند و قدرت خودشون رو گسترش بدن. یک روز مردم خوابیدن، فردا باید میشن میبینن که بخشی از به اصطلاح اون اختیاراتشون، اون حقوقشون، اون به اصطلاح سهمی که از قدرت داشتن گرفته شده. برای همین مدام باید این تلاش صورت بگیره. خب بهانه برای به دست آوردن گرفتن سهم قدرت از مردم چیست؟ دشمن.
دشمن بهترین بهانه است. برای همینه که شما در فرانسه هستی میگی که تمام کشورهای اطراف دشمن ما هستن، میخوان که ما رو ساقط کنن. برای همین هر کاری میتونی انجام بدی، قدرتت رو افزایش میدی. نهایتا همین پادشاهانی که تونسته بودن خودشون از چنگال دستگاه کلیسا آزاد بشن، تبدیل شدن به هیولاهایی در داخل مثلا فرض کن فرانسه که دوباره همون رابطه خدایگان و بندگی که در درون کلیسا حاکم کرده بودن با نام خدا، این دفعه با نام این که شما رعیت هستید، من پادشاه نماینده خدا روی زمینم، همون مناسبات دوباره برقرار شد. برای همینه که دوباره ولی همین در فرانسه تبدیل شد به انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه خب انقلابات محاسن و معایب خودشونو دارن. محاسن دارن که از شر اونها میتونن آزاد بشن، عیبش اینه که ممکنه که سامان اجتماعی یه جوری به هم بریزه بدتر از قبل بشه. این ویژگی انقلابه. برای همین که بزرگترین فیلسوف این عرصه یعنی کانت به شدت مخالف انقلابه و کاملا طرفدار اصلاحات. میگه که مناسبات اجتماعی برای سامان امور با فهم عمومی باید تدریجاً امکان پذیر بشه. خب ناسیونالیسم در حقیقت این که قبلا از طرق اعماق میداد صورت میگرفت، این دفعه از طریق دشمن توسط پادشاهان بود. خب نهایت این که علیرغم تمام شروع شد جنگ داخلی اروپا، این کشور با اون کشور برای بسط قدرت پادشاهان علیه دیگر هی مدام حمله میکردن و سال در حقیقت قرن 18 قرن جنگ هاست. قرن جنگ ها یا با نام فرقه های مذهبی یا با نام ملت های مختلف. برای همینه که این ادامه پیدا کرد. هدفم بررسی اون تاریخ و اینها نیست، فقط میخوام این ناسیونالیسم رو بگم که چه اتفاقی میفته. این ناسیونالیسم نهایتاً حتی تداوم پیدا کرد در قرن 20. 2 جنگ اول و دوم جهانی بر اساس چه ناسیونالیسم به شکل فاشیسم یعنی ناسیونالیسم ایتالیایی، چه به شکل نازیسم به عنوان ناسیونالیسم آلمانی، چه به توسط فرانکو با ناسیونالیسم اسپانیولی. همه اینها بودن و نهایتا اینکه خب این دنیا رو تا معرض نابودی کشوندن. برای همین که خطر ناسیونالیسم هنوز منتفی نشده و برای همین که همچنان هست. امروز رگه هایی اگر ناسیونالیسم امریکایی رو شما در مثلا حرفای ترامپ، البته ترامپ خیلی پیچیده تر از این هاست، ولی منظور که رگه هایی از این ناسیونالیسم رو اونجا هم میبینید. اول آمریکا هدف همون ناسیونالیستی هست و عوارض خاص خودش رو داره، الان موضوع صحبت من نیست. برمیگردم به همین ناسیونالیسم و گفتن این که خب ناسیونالیسم یک ایدئولوژی است و عوارض اون کدوم هست. من فقط یک نگاهی به این نوشتم بکنم. خب چون ناسیونالیسم برای حفظ نظام حکومتی است، ایدئولوژی حفظ نظام حکومتی است، پس نظریه تهاجمی است، یعنی همواره حالت تهاجمی داره. شما همه اون ناسیونالیسم هایی که در اروپا میبینید، از نازیسم و فرانکیسم و نمیدونم فاشیسم، همه اونها رو میبینید که تهاجمی هستن، چون تصورشون اینه که ما ملت برتر هستیم، ما ملت برگزیده هستیم، حالا هر چی که هست و دیگران میخوان ما رو نابود کنن، ما باید با تمام وجودمون تلاش کنیم که جلوی این چیز رو بگیریم و به قول هیتلر برای خودمون فضای، یعنی اینکه از فراتر از آلمان بریم تا برای خودمون فضای تنفسی دارن ما رو خفه میکنن، ما فضای تنفسی ایجاد کنیم. البته اینم میدونید که همه این 3 نفری که عرض کردم، هر 3 اینها از طریق دموکراتیک سر کار اومدن. پس دموکراسی تا وقتی که نظارتی از سوی مردم به طور دقیق صورت نگیره و فکر منسجمی برای سامان امور وجود نداشته باشه، به راحتی میتونه تبدیل بشه به مثلا فاشیسم و نازیسم و از این حرف، یا در جای دیگری
به شکل دیگری از طریق مهندسی اجتماعی به شکل کمونیسم مثلا ظهور کنه، اون هم در حقیقت از یک سوی دیگری میتونست که دنیا رو به یک جای خاصی ببره که حالا موضوع صحبت من نیست. شاید حالا در آینده زمانی باشه که بتونیم در مورد ایده سوسیالیسم و کمونیسم هم بتونیم صحبت کنیم. خب پس ناسیونالیسم ایده تهاجمی. حالا چرا اینو میگم؟ بعدن که در مورد ایران میخوام بپردازم به این اشاره خواهم کرد. ایده تهاجمی است برای اینکه قدرت رو بتونه به شکل ناسیونالیسم حفظ کنه. خب زمانی که در ایران مشروطه پیروز شد و نهایتاً به تدریج اندیشه اروپایی وارد ایران شد، خب به شکل انواع اقسامش دیگه در هم میفروختن، یعنی تصفیه برای این کار وجود نداشت. اتفاقاً کشورهایی که درش مدرنیته شکل نگرفته بود و به تدریج از طریق فلسفی و دستگاه نظام حقوقی پخته نشده بود، زمینه برای به وجود اومدن ایدئولوژی ها کاملا مناسب تر بود. امکانی چرا؟ ایدئولوژی ها بسته های حقیقتی هستند، خیلی راحته، خیلی زود هضمن، خیلی کم زحمتن. شما لازم نیست همیشه بخوانید، همیشه فکر کنید، نه، یک حقیقتی به شما میدن. خیلی هم هدف همشون هم رسیدن به بهشته. حالا بهشت چه از طریق کمونیسم باشه، چه از طریق سوسیالیسم باشه، چه از طریق نازیسم باشه، یا هر جوری که هست، همه اینها از این طریقه. برای همینه که ایدئولوژی ها شروع کرد به وارد شدن به ایران. اینها رو در مورد ایدئولوژی ها صحبت کردم، الان نمیخوام اونها رو تکرار کنم، بلکه از این زاویهش ناسیونالیسم هم به عنوان یک ایدئولوژی وارد ایران شد به نام ملیگرایی. دو تا هدف داشت، همچنان مثل ایدئولوژی غربی یعنی ایدئولوژی اروپایی تهاجمی بود. یک دومی هم عنصر دومش هم بیگانه ستیزی بود، یعنی اینکه خب وضع ما خرابه. چرا خرابه؟ به خاطر اینکه مثلا انگلیسی‌ها نمیذارن، روس‌ها نمیذارن، یا اینکه بعدها آمریکایی‌ها نمیذارن. به خاطر اینه که بیگانه ستیزی در درون اون شد و نهایتا اینکه به جای اینکه بتونه تبدیل بشه به یار شاطر، تبدیل شد به بار خاطر. یعنی اینکه مدام تبدیل شد به جریان‌های فکری که از درونش مثلا فرض کن مصدق اومد بیرون، جریان جبهه ملی به وجود اومد و اینها. حالا اصلا موضوع صحبت نیست. من میخوام بگم که اون موضوع تهاجمی اومد و بعدها تونست یک گام دیگر برداره از لحاظ اون تهاجمی بودنش، با توجه به اینکه بهش خواهم پرداخت ملت در ایران یک مفهوم قدیمی است و یک اهدافی داره، یک آگاهی وجود داره، یک امری وجود داره، ولی با این همه این ناسیونالیسمی که وارد شده بود حالت رومانتیک هم پیدا کرد. یواش یواش دید که باید به یه چیزی بچسبه، همچنان که در کشورهای اروپایی چسبیدن به یک گذشته خیلی شایان و خیلی قابل توجه. اون وقت اینجا هم همون پیش اومد، هنر نزد ایرانیان است و بست و نمیدونم کوروش تنها به اولین دولت بود، هگل گفته بود، به درستی گفته بود. تاریخ رو تبدیل کردم به محل نزاع ناسیونالیسم رومانتیک. خب ببینید، حالا من به اون اصلی ترین عنصر فرمایش آقای دکتر جهانگیری میرسم. اندیشه مدرن اندیشه امروزه. اگر گذشته رو بررسی میکنیم، اگر تاریخ رو بررسی میکنیم، اگر علم رو بررسی میکنیم، برای امروزه. در گذشته ما هر چی بودیم. چرا باید بررسی کنیم؟ نه به این که به اون ببالیم، نه به این که اونو تبدیل کنیم به یک ناسیونالیسم رومانتیک، نه بگیم که ما اولین کشوری بودیم همه چی اینجا بود، نه این که بگیم که مثلا استوانه کوروش حقوق بشر رو در مفهوم جدیدش اونجا مطرح کرده. اینا همه نادرستن. بررسی باید بکنیم به خاطر اینکه ما نمیتوانیم به سوی تجدد گام‌های بلندی برداریم تا گذشته خودمون رو بشناسیم.
شناخت گذشته به معنای تبختر به گذشته نیست. حتی اگر چیزهایی داشتیم که منحصر به فرد در دنیا بوده که داشتیم، شاهنامه یکی از اونهاست، شعرهای متعددی که وجود داشت اونهاست، فلسفه‌ای که داشتیم از اونهاست، منحصر به فرده، بررسی اونها بررسی گذشتمونه برای فهم امروزمون، برای فهم این که این بحرانهای در هم تنیده‌ای که در جامعه ما وجود داره اون رو چگونه باید حل کنیم. برای اینکه وقتی گفتیم که آقا وقتی که صحبت از پهلوانی میشه ما رتبه یک دنیا هستیم، وقتی که به اصطلاح اندیشه میشه ما نه، اینجوری نیست. در هر جایی در هر تمدنی یه چیزی به وجود میاد، همچنان که مثلا فلسفه و مناسبات شهروندی و فلسفه سیاسی اینها آموزه های یونانی هستند، به بشریت اینو هدیه دادن و بعداً در تمدن اروپایی به عنوان یکی از عنصر رشد و پیدایش مدرنیته شد. این به معنای این نیست در صورتی که یونان با اون مناسبات شهریه بندی منحصر به فردش با مدت کوتاهی بعد از تولد این فلسفه و اینها توسط امپراتوری روم در هم ریخته شد و تبدیل شد، کل یونان تبدیل شد به یکی از ایالت‌ها یا استان‌های امپراتوری روم. پس در نتیجه اینها وقتی ما می‌خواهیم، اصل موضوع اینه، ما می‌خواهیم گذشته رو بررسی باید بکنیم، بله، باید روش دقت کنیم، بله، ولی نباید که التقاط کنیم ناسیونالیسم رومانتیک رو به خاطر اینکه در گذشته چی بودیم، ما هر چی بودیم، ما اون بررسی برای شناخت امروز ماست. چرا شناخت امروز ماست؟ به خاطر اینکه اگر ما بخواهیم گامی به سوی تجدد ورداریم، یعنی گامی که ورداشتیم با مشروطه، گام‌های بعدی رو بپردیم، باید اون عناصر شناخت ما که متاسفانه 300 سال متسلب شده و امکان این که اون خودش تحول پیدا کنه وجود نداره، بلکه ما با اندیشه غربی رو با تمام اجزایش، با تمام نظام حقوقیش، با تمام فلسفه جدیدش بیاموزیم. چرا؟ چون امکان رشد در داخل سنت برای ما وجود نداره. سنت ما حاضر غایبه، حاضره برای مانع شدن حاضره، ولی برای تحول، برای پرسش آمادگی نداره. خب یعنی ما در یک وضع عجیبی هستیم و این که خب اگر که غایبه، خب رهاش کنیم، نه رها کردنی نیست، بخشی ما توش زندگی میکنیم، ما در درون سنت زندگی میکنیم، هر چی که زندگی میکنیم درون سنته. این اون فهم جامعه شناسی سنت نه که ما مثلا فرض کن خونه ما سنتیه، الان میخوایم مدرنش کنیم، معماریش عوض کنیم، منظورمون نیست. هر چیزی که باش میاندیشیم بخشی از سنت ماست، چه سنت متجددمون که از چیز آغاز شده، چه از قدیممون، چه مثلا سنت ها رو یک بار باید توضیح بدم. سنت اندیشه ایران باستان هست که بسیار مهمه، اندیشه اسلامی ایرانی است، اندیشه فلسفی ایرانی است و این سه تا، و اندیشه چهارم هم اندیشه‌ای که با اندیشه دوران مدرن، اندیشه تجدد که از مشروطه آغاز شده. اینها رو باید بفهمیم، ولی اون سنت همچنین بند پای ماست، یعنی همون فلسفه رو داریم، همون اندیشه ایرانی رو داریم، همون اسلام ایرانی رو داریم. اونها برای برداشتن گام‌های بلندی برای تجدد امکان پذیر نیست. عقل عقلایی که ما داشتیم اون تونست مشروطه رو به پیروزی برسونه، ولی نمیتونه گام‌های بعدی رو برداره. برای همینه که اینجا التقاط بین ناسیونالیسم رومانتیک و اندیشه سنت‌های ما، اندیشه‌های گذشته ما در مجموع یک کلمه فرهنگ ایرانی، التقاطش با ناسیونالیسم رومانتیک بسیار خطرناکه. چرا؟ به خاطر اینکه اون هم نوعی از ایدئولوژی اندیشیدن رو از ما میگیره. ما فقط بشینیم همش افتخار کنیم به کوروش و داریوش و ساسانیان و فلان، یا برعکس
بشینیم به دوره زرین فرهنگی افتخار کنیم که البته قابل افتخاره برای فهم گذشته، نه برای امروز ما. امروز دنیای متجدده، ما گامی در اون زمینه برداشتیم، گام‌های دیگری هم باید بتونیم در اون زمینه برداریم، اگر بتونیم که اون رو به اصلاح چیز کنیم، بتونیم که دقیقاً تفکیک کنیم، به شرط اینکه اندیشه فلسفه جدید رو کاملاً بیاموزیم و روی سنت‌های خودمون بخش باقی مونده سنت خودمون که همچنان فعاله، همچنان میتونه به نام فرهنگ ایرانی، روی اونها استوار کنیم و یا اجتهادی بکنیم برای اینکه چگونه بتونیم که این تحول رو انجام بدیم. خب بست، اتفاقا من به یک فقط گوشش اشاره کردم، بست ناسیونالیسم غربی برای فقط ما خطرناک نبود، برای همه جا خطرناک بود. فکر کنید که مثلا در زمانی که این استعمار از کشورهای، یعنی با فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشورهای عربی، شمال آفریقا و دیگر کشورها مستقل شدن و خب باید روی چیز استوار می شدن. خب اندیشه دوران قدیم نداشتن، مصری ها اصلا هیچ خاطره از دوران مصر نداشتن، بلکه در اسلام عربی، در اسلام خلافت حذف شدن. خب باید روی چیزی استوار می شدن، روی اون چی بود؟ ناسیونالیسم عربی. یعنی ناسیونالیسم اگر اونجا ایدئولوژی بود، به شکل ایدئولوژی خطرناکتری وارد این کشورها شد. در کشور ما به علت وجود فرهنگ ایرانی تاثیرگذاریش خیلی زیاد نبود، مخرب بود ولی اونقدر زیاد نبود. برای همینه که البته سایر ایدئولوژی هم کار اون رو انجام دادن. جبهه ملی مثلا تا حدودی ضعیف بود، ولی دیگر ایدئولوژی ها همچنان به طور گسترده و بعد از دهه 20 آغاز شد، گسترش پیدا کرد، در دهه 40 که 50 که به اوج خودش رسید. با اون کار ندارم، ولی اون ناسیونالیسم در جاهای مختلف هم همچنان تبدیل شد به یک موضوع، به یک معضل اندیشیدن. چون برای مدرن شدن اندیشه ای اگر وجود نداشته باشه، تنها ژاپنی ها تونستن بر اساس سنت خودشون یک اندیشه جدید بیافرینن و در نتیجه بتونن که از این پل خیلی خیلی خطرناک تونستن که به راحتی به سلامت عبور کنن. ولی در جای دیگه اینجوری نشد. برای همین ناسیونالیسم عربی تمام رو فرا گرفت و نهایتا اینکه از اون زمینه ای که برای جنگ با اسرائیل به وجود اومده بود، از اینکه مثلا از زمان فروپاشی امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی یک وضعیتی به وجود اومده بود که ناسیونالیسم عربی به جای اینکه برای سامان امور زندگی عرب‌ها حرکت کنه، تبدیل شد به یک اندیشه تهاجمی. منتها خب طبیعتاً با اون موضوع سنتی مدرن شده عرب نمیتونست که در مقابل تکنولوژی قدرت دیگران مثلا چیز کنه. این آخرین بندش رو هم در مواردی که اخیراً اسرائیلی ها با جنگی که در غزه به وجود آوردن به راحتی دیدید. قبلا هم این چندین بار به این شکل اتفاق افتاد. منظورم این که این ناسیونالیسم فقط مخرب در داخل اندیشه، در تاریخ اندیشه غرب نبود، بلکه وقتی سرایت کرد در جای دیگر هم مشکل ایجاد کرد. خب در ایران اندیشه به اصطلاح ناسیونالیسم رومانتیک تقلیدی از ایدئولوژی ناسیونالیسم اروپایی بود. این فقط خاطر ما باشه. گفتم که در غرب چگونه خب بر اساس اون ملت دولتی که به وجود اومده بود شروع شد به تدریج استیت، یعنی ذره ذره دولت ها شکل گرفتن تا اینکه دولت بتونیم که با پیوند با عناصر مدرنیته و با دولت هایی که بر اساس ملت دولت استوار شده بود نهایتاً تبدیل شدن و بعداً هم دموکراتیک شدن. نهایتاً استیت به مفهوم جدیدش در اروپا
شکل گرفت، اجتماع اروپایی رو تبدیل به جامعه کرد. اینکه تبدیل جامعه به اجتماع به جامعه چیست و دولت چیست در یک جلسه خدمتتون عرض خواهم کرد. اینو فقط اشاره کنم، پروسه تبدیل شدن انسان مدرن، انسان قدیم به انسان جدید. انسان قدیم انسانی بود که رعیت بود، امت بود، عنصری از طبیعت بود. اینها با وضعیتی که به وجود اومد، با اندیشه جدید، خب سوژه به وجود اومد. سوژه رو الان نمیگم یعنی چی، یعنی انسان مدرن، باید بعدها خیلی صحبت کنیم، دیرتر یه ذره. بعد این انسان اولا خودبنیاد شد، از درون خودش به اصطلاح اراده خودش رو از درون خودش اعمال میکرد. حالا این خیلی داستان مفصلیه، ولی بقیهش که الان اینجا لازمه بیان کنم، تبدیل شد به انسان صاحب حق، انسانی که از طریق امت وابسته به کلیسا بود، از طریق رعیت وابسته به دستگاه پادشاهی مثل اون زمان بود، تبدیل شد به انسان صاحب حق. صاحب حق مجموعه حق به عنوان حقوق، هم تبدیل جمع حقها شد که من حق دارم آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی انتخاب، همه اینها مجموع این حقهایی است که هست، داشتن حق مالکیت خود، حق کار کردن، همه اینها هست، تا اینکه میرسیم به جایی که خب از این حق چی حمایت میکنه؟ حق الان تو دنیا حقوق بشر هست. خب حقوق بشر میگن که هم تو آفریقا هست، هم تو آمریکای لاتین هست، هم تو شوروی سابق روسیه فعلی هست، هم توی کره شمالی هست. حق دیگه انسانی چون. خب ولی پس یه چیزی از حق باید دفاع کنه، اون هم قانونه. قانون قبلا هم وجود داشت قانون و عمل میکرد. خب یه اتفاق خیلی خیلی جدیدی افتاد، این که قانون وجود داشته باشه و بتونه از حق دفاع کنه. خب این قبلا به نوعی وجود داشت در شهرهای کوچک، در روستاها. پشتیبان این قانون در حقیقت اون اخلاق بود و به اضافه نظارت عمومی شهرهای کوچک با یک سیستم دیوانی بسیار سبک. مثلا فرض کن یه مصلحی بود، یک روحانی جایی بود، میرفتن آقا این فرض کنید که زمین من تجاوز کرده، کشت زر ما، یکی رو میفرستادن بازدید میکردن، از قدیمی ها میپرسیدن، اون یکی که حکمی میداد اون عمل میشه. ولی در جایی که شهرهای میلیون نفری، بعدم 5 میلیون نفری، بعد 10 میلیون نفری رشد میکنه، دیگه اینها کفایت نمیکنه. برای همینه که علاوه بر این که این مسئله صورت گرفت، یعنی این که همه اونها حق مجموعه به نام حقوق، بعد قانون، خب یه چیزی پیدا شد حراست کنه از حق انسانی به نام دستگاه دیوانی یا دولت. دولت به معنای جدید یعنی اصلی ترین کارش فروختن، قیمتگذاری برای پنیر و برای شیر و برای دستور به تمام قیمت ها بود که به من اصلاحم چقدر پول بدم نیست. فقط یک کار داره دولت، حراست از حقوق انسان. بعدن تا درون اون حراست فضای امن و آرامی به وجود بیاد، هر که کار خودش رو انجام بده. مسلما هر کی کار صلاح خودش رو بهتر از دولت میشناسه. برای همینه که همچی فضایی در اروپا با استیت به معنای جدید به وجود اومد و برای همینه که چهره نه تنها اروپا رو عوض کرد، بلکه چهره دنیا رو عوض کرد. آیا این حقوق، آیا این سامان اجتماعی تونست ادامه پیدا کنه؟ نه، نتونست. چرا؟ اونی که اول گفتم، اگر یک روز بخوابه هر جای دنیا، هر جمعیت دنیا، حتی تو امریکا، یا بخوابه دیر از خواب بشه، از آزادی حراست نکنه، ذره ذره نه مثل قبلی ها با داغ و درفش و طرق مختلف از طریق سربریدن با پنبه تلاش میکنن قدرت خودشون افزایش بدن. دولت ها همینجوری هن. از اواخر قرن 19 انحطاط در تمدن
اروپایی آغاز شده و همچنان ادامه داره. دو تا فقط مثال میزنم، موضوع صحبت ما اقتصاد نیست، فقط اشاره میکنم. یکی این که مهمترین کاری که دولت‌ها حتی در غرب، در آزادترین کشور غربی تونستن انجام بدن، یک، پول رو کاغذی کردن. اول خب لازم بود، اگر نبود نمیشد. دو، بانک مرکزی تشکیل دادن، در صورتی که بانک‌های متعددی میتونستن پول‌های مختلفی بدن. سه، نه تنها این دوتا که انجام شد، آخرین تیر ضربه اساسی کندن طلا از پشت اسکناس بود. یعنی پول شد کاغذ و در نتیجه پشتوانه طلاش رو از دست داد. خب این سه تا مسئله انحطاط تمدنی، این سه تا آغاز شد. یک، دو، یعنی این در عرصه اقتصاد. دو، در عرصه سیاست. در عرصه سیاست هم این اتفاق افتاد که گفتم یک بار اینجا، شاید دو بار سه بار گفتم ولی تکرار میکنم. افلاطون اولین فیلسوف سیاسی مکتوب بود. گفت که حکومت اکثریت حکومت اوباشه. حکومت اوباش. دموکراسی یعنی حکومت قانون بر اساس خیر عمومی. خب یعنی اگر خیر خصوصی باشه یا خیر گروهی باشه، دیگه اون خیر عمومی نیست، پس اونم دموکراسی نیست. برای همین تو دموکراسی های غربی به تدریج شروع شد در درون دموکراسی ها به اصطلاح منافع گروهی از طریق پارلمان ها، لابی هایی که اونجا وجود داره، تبدیل شد به منافع گروهی یا منافع خصوصی و همچنین ادامه داره. خب نتیجه این شد که در ابتدای قرن 20 5% تولید ناخالص ملی امریکا کافی بود برای بودجه کل کشور. امروز 37-38% تولید ناخالص ملی تبدیل میشه به بودجه دولت و میبینید که آماری که الان داده میشه در حقیقت یک عصیان ترامپ به خاطر این مسئله است که بگه که آقا این یعنی چی؟ شما مثلا فرض کنید که ارقام مختلفی به گروه‌های مختلفی داده بشه، همچنین گروه‌های سیاسی اپوزیسیون ایرانی هم از این پول‌ها استفاده می‌کردن، الان بسیار ناراحتن که این پول‌ها بهش داده میشه. چرا؟ اینها برن دموکراسی در کشورشون تبلیغ کنن و از این حرف. خب این در حقیقت یعنی چی؟ یعنی این که دولت مثلا کارکنان کارآفرینان امریکایی باید مالیات بدن، اون مالیات رو دولت به خاطر اینکه خود شیرینی بکنه بیاره بده به گروه‌های مختلف در جاهای مختلف، کمک‌های عجیب غریب که نمیتونم بگم. علاوه بر این 37% هزینه میشه، 32 تا 33 هزار میلیارد دلار دولت امریکا بدهکار. خب آخرین جملات در اینها به خیلی به ما مربوط نیست. من منظورم فقط گفتن این نیست که یک بار که ما سامان امور درست شد دیگه انحطاطی در کار نیست، بریم ما راحت بخوابیم. خب مردم اروپا وقتی که اول اون تلاش فلسفی عظیم رو انجام دادن، رفتن منحرف شدن به جاهای مختلف. به جای مثلا فرض کنید که به جای دکارت مثلا سارتر اومد بیرون. به اصطلاح نتیجه این انحطاط نتیجه همین افرادی بود که اونجا به این شکل به انحطاط کشیدن تمدن اروپایی رو. خب ولی یک جمله، آخرین جمله در این زمینه، اون همینه که اگر در اروپا امکان انحطاط از رفتن به طریق منافع خصوصی و منافع گروهی وجود داره، خب اگر از طریق اقتصادی اون انحطاط وجود داره که شما در مورد پول دیگه مطلق تابع دولت میشید و از طریق پول کاغذی، ولی فکر مبارزه با انحطاط هم وجود داره. این فکر به اشکال مختلفی خودش رو به بیان میکنه. متفکرانی هستن مثلا مثل میزس و هایک و اینها بیان میکنن، بعد این میتونه رشد کنه و تبدیل بکنه به چاره حل. آیا حتما این اتفاق خواهد افتاد؟ نه. هیچ چیز تضمینی برای زندگی جمعی وجود نداره. اگر عقل وجود داشته باشه، حالا عقل عقلایی، عقل نخاد، منظورم عقل مهندسی نیست، وجود داشته باشه، سامان امور میتونه صورت بگیره. نداشته باشه میتونه اول انحطاط پیدا بشه، بعد جنگ داخلی صورت بگیره،
تمدن‌های مختلفی فرو پاشیدن. هی ما میشنویم که الان در حفاری‌های فلانجا تمدن خیلی مهمی اومد بیرون، اونها هم آدمایی بودن، اونها هم کارهای مهمی انجام دادن، هیچ اثری ازشون باقی نمونده. یعنی به شرط چاقو برای مناسبات اجتماعی، برای سامان امور به شرط چاقو نداریم. عقلانیت باید وجود داشته باشه. اون عقلانیت هم باید بگیم یعنی چی، از چه نوعی و چه شکلی، وقت چه فکری باید وجود داشته باشه، چگونه اون هدایت کنه، چگونه گسترش بده تا بتونه اینکه خب دو تا هم دنیای قدیم داریم تو دنیای جدید. دنیای قدیم یک ترمزهای انسان داشت، ترمزها خیلی کم بود چون تحولات خیلی کند صورت می گرفت، عقل عقلایی قادر بود که اونو کنترل کنه. در دنیای جدید به اصطلاح حالا کلمه مناسب نمیدونم بگم که انسان برید، انسان همه چی رو برید. عقل دکارتی تصور کرد که میتونه همه عالم و آدم رو عوض کنه. همینو گفتن، همچنان که در انقلاب فرانسه گفتن دیگه، یک بار اینجا گفتن که امروز روز 000، یعنی الان تمام گذشته ما همه خرافات بوده، الان میخواهیم که عالم و آدم رو بر اساس مهندسی که بر اساس عقل ما بنا شده میخوام بسازیم و همه چی رو تبدیل کنیم. و انقریبه که هم دانش مطلق میشه و همین که این سامان امور زندگی جمعی رو تبدیل به بهشت میکنه. اگر ما یک بار از بهشت رانده شدیم نگران نباشید، دوباره شما رو به بهشت خواهیم برد. و دیدید که هر کسی که خواست انسان رو به بهشت ببره به جهنم تبدیل کرد. این در حقیقت اون موضوع تاثیرگذاری گفتم. اگه غرب بحران دارد، موضوع بحران چیز هم دارد. ما چقدر صحبت کردم؟ فکر میکنم 1 ساعت خورده هست. موضوع دومی هست. این موضوع دوم همراه با چیز، ببینم آقای این مدیران ما در رفتم مثل این. آقای اگر موضوع اول رو من تموم کردم، موضوع دوم رو فکر میکنم بذارم برای قسمت دو. 5 دقیقه هم صحبت کنم. چشم. خب ما در قسمت دوم میخوام صحبت کنم که این مفاهیمی که ما در مورد نیشن و استیت و اینها صحبت کردیم در اروپا، در ایران به چه شکلی بوده، در گذشته ایران چه شکلی بوده. من یک چیزی رو که اونجا خیلی کم بهش اشاره کردم در مورد ایران خیلی مسئله مهمی هست، اینه که در ایران ملت قدیمیه، خیلی قدیمیه. خب اون چیزی که هگل گفته بود که من تکرار میکنم باید بهش خیلی بپردازیم. اولین دولت در جهان در ایران توسط کوروش ایجاد شده. این خب خیلی میتونست که اگر یک ایرانی اینو گفته باشه میتونست که تعبیر ناسیونالیست رومانتیک داشته باشه، ولی وقتی هگل گفته، چون مربوط به خودشون نبوده، گفته به عوض این که دولت رو مثلا ما امپراتوری مکنای یونان رو به عنوان دولت بگیریم، به اصطلاح اون چیزی که بنیانگذاری کرده بود کوروش، حکومت هخامنشی‌ها، اون رو به عنوان دولت، اولین دولت تاریخ بیان کرده. وقتی که این الواح هخامنشی خوانده شد توسط دانشگاه شیکاگو با پروفسور هال و 2 نفر ایرانی که همچنان ادامه داره، همش خونده نشده، اون چیزی که خونده شده و اون به اصطلاح 2 جلد خیلی به قطور از اون اومده بیرون، وقتی که اونها خونده شده واقعا حیرت انگیز بود. یعنی این سیستم بوروکراسی عظیم دولتی که اون زمان وجود داشت و میتونست که سرزمین به این گستردگی رو اداره کنه، خب نشون داد که این از یک سیستم بوروکراتیک عظیمی برخوردار بوده. همه اون الواح راجع به شعارها و اینها نیست، واقعی به چمنی عملی اداره دولته که مثلا فرض کن خانم ها چجوری کار میکردن، به چه کسانی چقدر حقوق داده میشد، حقوق به چه شکل داده میشد، یه ذره یه مقدار به شکل طلا بود، یه شیء به شکل نقره بود، بقیه به شکل کالا بود. همه جزئیات در این زمینه هست.
این که مثلا محموله ها چجوری حمل میشد، از کجاها حمل میشد، چه چیزهایی در کجا بیشتر تولید میشد و به کجاها مثلا میومد، اینها نشون دهنده این پیچیدگی این بوروکراسی دولتی اون زمانه و از اینجا آدم به این نتیجه میتونه برسه که هگل چه درست اینو درک کرده و چه درست فهمیده که این حکومت هخامنشی در حقیقت اولین دولت تاریخه. البته هنوز منتظر خونده شدن بقیه این الواح هستیم تا اینکه ببینیم که ریز اون مسئله. البته اون همه اون الواح رو هم من نخوندم، ولی هستن دوستانی که اینجا هستن روی الواح دارن کار میکنن و ما در سایت خودمونم یه تبلیغی بکنم اینجا، سایت اندیشه در فرهنگ ایرانی هست، همینجوری تو گوگل بذارید اندیشه میاد، اندیشه در فرهنگ ایرانی. اونجا ما 2 قسمت از این الواح یعنی متن الواح هخامنشی رو اونجا گذاشتیم برای شروع کار. خیلی خوبه. ممنون. من خیلی متشکرم. ممنون از دوستان.